سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 8 سپتامبر با شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام عیدانه به مناسبت 24مین سالگرد استقلال کشور گفت افراطگرایی و تروریسم و رقابت‌های ژئوپلیتیکی به امنیت ملی تهدید می‌کند و مبارزه تاجیکستان با ضد افراطگرایی مبارزه برای حفظ استقلال و زندگی آسوده مردم است. در این پیام که روز 8 سپتامبر از طریق تلویزیون‌های دولتی نشر شد، امام علی رحمان افزود در زندگی جامعه تاجیکستان هنوز کمبودی‌ها وجود دارد و این مشکلات را می‌توان با دستگیری مردم رفع کرد. تاجیکستان هر سال روز 9 سپتامبر استقلال ملی کشور را تجلیل می‌کند. 24 سال پیش بعد از هم پاشیدن اتحادیه شوروی سابق در همین روز تاجیکستان کشوری مستقل اعلان شد. دادستانی کل تاجیکستان علیه گنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع که به حمله‌های خونین به وحدت دوشنبه متهم می‌شود با اتهام خیانت به وطن و تأسیس گروه تروریستی پرونده جنایی باز کرده است. در این باره روز 8 سپتامبر در وزارت امور داخلی خبر دادند. به ضد یکی از افسران دیگری وزارت پلکونیک جنیدالله عمروف نیز با عین اتهام پرونده باز شده است. هر دو افسر به گفته مقامات عین زمان با گروه از هم مسلکان مسلحشان در دره رامید پناه بردند و عملیات برای بازداشت و محو این گروه ادامه دارد. در حمله ها به دستگاه مرکزی وزارت دفاع در شهر دوشنبه و شعبه امور داخلی شهر وحدت در روز 4 سپتامبر 8 مأمور میلیسا کشته شدند. در دوشنبه محاکمه دادگاهی حسن شاکرزاده روزنامه‌نگار هفته‌نامه تاجیکستان ادامه یافت که او را کارخانه آب و کاغذ دوشنبه به تحقیر و پس زدن شأن و اعتبار این مؤسسه متهم می‌کنند. در جریان محاکمه روز 8 سپتامبر دادرس امر داده است که مقاله خبرنگار تاجیک زیر عنوان چرا در دوشنبه باخر آب کشیدن عیب است برای تشخیص زبانشناسی فرستاده شود. نماینده دعواگر ابراز نمودند که اساسی و دعواشون مقصد که نام مقاله در نام مقاله کلمه خر استفاده بوده شده است و همین جهت اونها حساب میکنند که تحقیر شده شأن و شرفشون پس شده است و در مجموع همه فاکتور رقمایی که در مقاله استفاده بوده شدند اونها واقعیت ندارند گفته دعواگر چنین ابراز کردند. خبرنگار تاجیک با نشر این مقاله کارخانه آب و کاغذ دوشنبه را تنقید کرده است که نمیتواند مردم را منظم با آب پاک تامین کند، ولی رهبران کارخانه گفتند که ادعاهای حسن شاکرزاده اساس ندارد و بهتان است و برای این مقاله حسن شاکرزاده را به دادگاه کشیدند و از او 30,000 سامانی جبران معنوی طلب دارند. و سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان از حکومت دوشنبه تقاضا کردند به بنیاد نیم پیکره اکبری ستار رئیس سابق اتفاق ژورنالیستان اجازه بدهد. نمایندگان این سازمان‌ها روز 8 سپتامبر در همایش در دوشنبه گفتند تقاضای رسمی برای گذاشتن نیم پیکره در نزد بینای مجمع روزنامه و مجله‌ها را به مجلس وکیلان شهر دوشنبه می‌فرستند. هدف از قبول مراجعه‌نامه سازمان ژورنالیستی بخشیده به روز بین‌المللی همراه ژورنالیستان این است که ما می‌خواستیم آرمان‌هایی که رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان مرحوم اکبرعلی ستارov در دل داشت در سمت تامین کردن همراهی همکسبان برای حفظ حقوق و منفعت‌های روزنامه‌نگاری برای توسعه آزادی بیان عملی شود و ما از همکسبان خود تقاضا کردیم که در این شرایط بحرانی باید همراه باشیم. اکبری ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان روز 28 اوگوست در سن 50 سالگی درگذشت و خویشاوندانش گفتند که سکته دل سبب مرگ او بود. اکبری ستار از سال 2007 رهبری بزرگترین سازمان ژورنالیستی تاجیکستان را بر عهده داشت و عضو کمیسیون مرکزی انتخابات بود. در شهر دوشنبه در یک محفل یاد احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و یکی از جنگ سالاران مشهور را گرامی داشتند که او سال 2001 کشته شد. محفل گرامی داشت شام 7 سپتامبر در مهمانسرای با تشبث شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان و با شرکت ضیاییان تاجیک صورت گرفت. در این محفل ادیبان تاجیک از جمله مؤلف داستان مسعودنامه مومن قناعت از جایگاه احمدشاه مسعود سخن گفت. وزیر سابق دفاع افغانستان در حکومت برهان‌الدین ربانی ماه سپتامبر سال 2001 در نتیجه حمله 2 مرگ طلب که خود را خبرنگار معرفی کردند کشته شد.
یک ساکن 80 ساله ناحیه قانچی در ولایت سوخت مبلغی را که سالهای طولانی برای زیارت مکه و مدینه جمع کرده است برای بنیاد 2 پل ماشین گذر در زادگاهش خرج کرد. نوربیبی دوست مراد و ساکن دهه متک قانچی میگوید از بس که مجال سفری طولانی نداشت برای همین پولش را برای آبادی مردم دهه و آسان کردن زندگی آنها خیر کرد. اکنون وای پل یک چیزی گم شده میبرفتگی تو هوای یک آبادی راه شد و خلق برکه میابد. من هزارون راضی پسرم. پل‌هایی که در دهه متک و خیشکت ساخته شدند هر دو روستا را به مرکز ناحیه قانچی میپیوندند و گزارش مفصل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.